برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم داملای محترم، التماس به همین سوال من جواب گردانید. روزه گیری و نماز نخوانی، روزه گرفته چی می شود؟ اکنون برادران عزیز، سوال درباره شخصیت هایی که نماز نمی خوانند خیلی زیاد است. یعنی این سوال هم همون دلالت داره که انسانی که روزه می گیرد و نماز نمی خواند، وقتی در برابر، البته در برابر روزش خداوند اجر ثواب براش میده، اما بے نمازی این بدترین گناه است برادران عزیز. از همه سختترین، از همه بدترین گناه ها گناه بے نمازی هست. تاریک الصلاة میگویند، ترک کننده نماز. هر انسانی که، حتی در یک روایت پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی که نماز یعنی قصداً ترک کنه، فرضش ندانه و نخوانش، وای کافر میشود. یعنی انسان نماز فرض ندانستن، نماز قصداً ترک کردن، انسان به حالت کفر میبره برادران بزرگواری من. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن که ای الاعمال احب الی الله. این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت که حدیث متفق علیه است از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. پیغمبر بزرگوار گفتن از همه دوست داشته ترین عمل ها در نزد خداوند کدام عمل هست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که الصلاة علی وقتها، گفتن نماز در وقتش ادا کردن. از همه عملی که الله دوست می‌داره از بنده هاش این نماز در وقتش ادا کردن. برادر بزرگواری من، به این خاطر انسان باید نسبت به نماز بی پروا نباشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که مفتاح الجنة الصلاة، گفتن این کلید جنت نماز است. انسانی که جنت بخواه، انسانی بخواه که داخلی جنت شود، باید نماز ادا کنه، چون که کلید جنت برای هر یک شخصیت و انسانی که نماز نخوند و کلید جنت نداره و جنت داخل شده نمیتونه. در روایت دیگر که ابو داود و ترمذی و نسائی روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگه من شنیدم که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگفتند ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمله صلاته. گفتم پیغمبر بزرگوار گفتن که یکمین چیزی که در روز قیامت خداوند از بندش میپرسه این نمازش است. یکمین چیزی که در روز قیامت از بنده پرسیده میشود نماز است. شیخ عطا را میگوید روز محشر که جانگداز بود، اولی پرسیش از نماز بود. یکم چیزی که در قیامت خداوند میپرسه این نماز است. حضرت گفتن فإن صلحت فقد افلح و انجح و این فسدت فقد خاب و خسر. گفتن هر انسانی که اگر صلاحیتی یافت، جوابی نماز ادا کرده توانست، نمازهاش خوانده بود، او شخصیت به تحقیق خوشبخت شد، نجات یافت. اما هر شخصیتی که فاسد کرد، نماز قضا کرد، نماز نخوانید، جوابی نماز ادا کرده نتوانست در نزد خداوند، او شخصیت به تحقیق بدبخت خوار شد، رسوا شد. به این خاطر برادران بزرگواری من حرکت کنید نسبت به نماز بی پروا نباشه. نماز یگان حالت نداره که از روی شخصیت مردینه ساقط شود. بله زنها را حالتی یعنی کسل زنانه شد، حیض دیدن، نفاس، خداوند از روی اونها نماز برداشته است. اما برای شخصیت مرد مولانا یک جمله داره: زی معذوری اجازت روزه خوردن، نماز را نیست اجازت تا با مردن. تا مردنش مرد اجازت نداره که نماز ترک کنه. به این خاطر نسبت به نماز خیلی هوشیار باشه برادران عزیز بزرگواری من.